یا رب العالمین علیکم السلام. هلو. کیف میکنی یه همچین بنده‌ای داری نه؟ ببین کجا کار خوب کردی ما گیرت افتاد. هر بلایی دوست داری سرمون میاری، تیکمونم در میاری. من موندم چرا تاوان سیب خوردن حضرت آدم و ما باید پس بدیم. 30 کیلو تن بود حضرت آدم، بابا میگرفتی 1 کیلو میخوردی دیگه. چرا باید تاوان سجده نکردن اون شیطان کثیفو من بدم؟ خب گوه خورد سجده میکرد دیگه، ما رو بدبخت کرد. دورت بگردم، من بچگی به ما دروغ گفتن بچه درس بخون قبول شدی برات دوچرخه میخریم. گفتم نخریدم. گفتن درس بخون بزرگ شدی بهترین کار، شدیم کارگر آواره بدبخت بیچاره. گفتن پول تو علکی خرج نکنی ها، بذار بانک گوره کشی 206 برنده میشه. آدم زن به ما نداده. دورت بگردم بیا من و تو نخ کار کن. به ما گفتی نماز بخون، اون دنیا میخوام حوری بدم. بیا نقدش کنیم، حوری رو بده من نماز میخونم.